شما کسانی که دوست داره هوش مصنوعی هستید، امروز اومدیم با آموزش 3 اشتباه رایج در درست کردن کارت ویزیت، چیزی که خیلیا اشتباه میکنن داخلش. اولین اشتباه استفاده از هوش مصنوعی های نامعتبر یا آماده هستش، مثل کنوا هوش مصنوعی نیست، فقط مثل هوش مصنوعی کار میکنه و با استفاده از طریقه ما شخصی سازیش نمیکنه و فقط میتونه حالا چیزی آماده برای ما قرار میده که ما بتونیم فقط ازش استفاده کنیم. خب من این دوربینم آوردم. خب نگاه کنید، خب من اومدم. خب سلام، نگاه کنید، ما الان میایم اینجا فوقش مثلا ما میخوایم با کنوا طراحی کنیم. این اولین اشتباه ماه. مثلا ما میایم توی میخواید چه چیزی درست کنید، ما میزنیم مثلا کارت ویزیت، ما بزنیم کارت خودش میاره. خب کارت نکنید. خب الان برای تولید کارت ویزیت نکنید، من الان بذارین بیارم پایین. خب کارت ویزیت اونجا هست. خب مثل اینکه کانوا هم به مشکل برخورده. خب کارت ویزیت اومده. خب میگه که فکر کنم صدا قطع بشه، نمیدونم چیه، ولی یک مشکلی داره به برنامه‌ای که ما داریم باش میریم. خب نکنید، اینا یه سری آماده‌ان. خب حالا کارت ویزیت های آماده‌ان، یعنی اصلا به شخصی سازی نشدن برای ما، اینا فقط آماده‌ان و اصلا به درد کارهای شخصی نمیخوره. میبینید که خیلی بده به نظر من، مگه اینکه مثلا یکی بهتر داشته باشه. مثلا بین این همه میتونه مثلا یه خوب داشته باشه که اینم شاید این باشه. مثلا ما میریم مثلا بریم داخلش میتونیم چیزی رو عوض کنیم، ولی اون چیزی که ما میخوایم نیست. پس اشتباه یکیمون استفاده از ابزارهای آماده مثل کنوا. اشتباه دوم، توی طراحی کارت ویزیت بیشتر اوقات ما فکر میکنیم که کارت ویزیت رو میشه با هر هوش مصنوعی درست کرد، ولی باید برای طراحی هوش مصنوعی برای طراحی حالا کارت ویزیت میدونید باید بهترین هوش مصنوعی استفاده کنید که بتونه خیلی خوب چیز کنه. برای طراحی کارت ویزیت نه تنها دقت مهمه، بلکه سلیقه، رنگ بندی و مدل نوشتاری در این کارت ویزیت مهمه. که ما الان مثلا بگیم به چت جی پی تی یه کارت ویزیت برامون درست میکنه، ولی اگه ما بهش بگیم که برای ما با این مدل سبک نوشتاری، با این مدل سبک تصویری برامون درست کن، با این رنگ پس زمینه برامون درست کن، خیلی میتونه بهتر درست کنه. یعنی چی؟ یعنی کارت ویزیت رو خیلی باید شخصی سازی درست کنی و باید به بهترین کیفیت رنگ بندی حد ممکن در هوش مصنوعی درستش کنی. پس اشتباه دوم ما اینه که سعی میکنیم با کمترین نوشتار، با کمترین زدن متن توی حالا همون با کمترین نوشتاری توی کیبورد و فرستاده برای هوش مصنوعی سعی می‌کنیم بهترین کارت ویزیت رو ارائه بدیم، ولی نمیدونیم که کارت ویزیت یه چیز شخصی سازی شده است و خیلی دقیق به جزئیاتش توجه کنیم. اشتباه دوم ما این. اشتباه سوم که از همه رایج تره، استفاده از ربات‌های اپلیکیشن ها مثل روبیکا و ایتا. روبیکا و ایتا ربات‌هایی رو منتشر دادن که ربات‌های چت جی پی تی بهش نام دادن، که بیشتر اوقات برای چت و افزودن به گروه ها و کانال ها بهش داده میکنن تا مدیریت کنه، ولی بعضی ها میرن برای مثلا طراحی ازش استفاده میکنن که نتیجهش میشه همون کنوا.
نتیجهش میشه همون کنوا. یعنی چی؟ یعنی الان مثلا ما بریم توی کنوا این چیز آماده بهمون میده دیگه، ما هر چقدر به اون ربات هوش مصنوعی روبیکا، به همون ربات ایتا، بازم هر چقدر نوشتاریمون رو قوی کنیم بازم یه چیزی در حد کنوا بهمون میده. یعنی نمیتونه رضایت ما رو جذب کنه، ولی از نظر بعضیا خیلی میتونه خوب باشه. و همین نگاه کنید بیشتر این 3 تا اشتباه انجام میشه، باید خودداری کنید از انجام این 3 تا اشتباه، چون که میتونه خطرساز باشه. خیلی ممنون که ما با بودید. خدا نگهدار. امیدوارم که تمام بهره‌مندی رو داشته باشید و انجام داده باشید. برای حالا عضو شدن به کانال مادر روبیکا ایتا و لایک دایرکت بده زیر این ویدیو. خدا نگهدار.